کار در اروپا و بریتانیا به آرزوی بخشی از ساکنان تاجیکستان تبدیل شده، میل زیادی آنها ظاهراً شرایط را برای قلابان هم فراهم کرده است. بعداً باید با وعده که مثلا ما شما دا ونژ تیار میکنیم 2 سال لیتوا و یا ایمن تای 12-15 هزار سومان گرفتن. بایمت تبرف ساکن شهر باختر 2 مرتبه برای کار در اروپا تلاش کرد، اما میگوید فریب خورد. اول با وعده گرفتن حق اقامت در لیتوا 15,000 سامانی و مرتبه دوم برای کار در انگلیس قریب 3,000 سامانی سپارید. پولش را بازپس گرفتن نتوانست. رقم تلفن داد، من زنگ زدم. ای با من سوال داد. گفت که انگلیسی را میدونی؟ گفتم ها انگلیسی را میدونم، انگلیسی گپ میزنم. گفت بیا، گفت مقصد ما تو را به پول میبریم. بعدا من دیدم که یکم گروه هست 50 نفر آدم، دوم گروه 50 نفر آدم و سوم گروه 50 نفر آدم. 150 نفر آدم یک армияи калона вай бояд ки Англия мебурд ва аяввал гапаш ҳамавақт ҳамин хел буд. Ман бепул мекунам, ман аз шумо пул намегирам, ягон тин аз шумо манда дар кор нест, ин корро ман дар раҳи худо мекунам, ҳамин хел. Ва шумо дар гостиницаҳои бо ҳашамати 5 ситорадори Англия кор мекунед, маоши шумо аз 4 то 5 ҳазор фунт стерлинг. ҳамин хел гапо ваъда бозиё буд. این نقل صلاح‌الدین دولتوف یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه پنجه است. این همین یک ماه پیش همین گوگل پلی رای کود через اینترنت میدروی همونجا сайт ҳаста ки ҳамҷа работа в Англия навистагӣ буд, вакансия. Ман ҳамҷа дур омадам, баъд номи телефон ман пас дофтам ҳамун сайтда, вохид занг задан, ҳам як духтарак занг зад, номиш Амина Борисовна як намедонам. Занг зад гуфт ки мо кор дар туғри мекунем, гуфт хеле чӣ дорӣ? Ман гуфтам ман кор кардам, ман боғбон барои дарахт, мисол шофёр, анам барои гуфт ҳамин боғбони Франсияда як ҷода як камка гуфт ҳамҷа дар кор гуфт коргар. Салахиддин вернулась только с почты, вам с утра не звонила. برای آنکه صلاح‌الدین دولتوف به کار در اروپا باور کند، این ویدیو را برایش فرستادند که گویا به نام او از وزارت کارهای داخلی فرانسه دعوتنامه آمده است. همه این باعث شد که صلاح‌الدین دولتوف به آنها باور کند و برایشان از تاجیکستان قریب 19,000 سامانی فرستاد. از او باز پول طلب کردند. بعد یک سه باز زنگ زد، همین گفتن فرانسه هم کارگر گفت که جای چی را، همین جای استقامت جای چی را میگه کوارتر اسمت کردن در کار برای خود برای اومدن استوسته گفت 18,000 در کار است. من گفتم سراز اتکس گفتم این گپ نیست. بعد گفت 8,000 سپارتم نپرداختم. بعد او گفت با 4,000 پرداختم نپرداختم. افشه بواره ایامو چی برآمد. صلاح‌الدین دولتوف به واسطه پیام رسان‌های تلگرام و واتساپ به این افراد گپ زده است. ما کوشش کردیم با این راه با آنها تماس گیریم، ولی به سوال‌های ما پاسخ ندادند. یک جستجوی کوتاه در اینترنت نشان داد که رقم تلفن این افراد در روی خط شخصانی فریبگر جای داده شده است. معلوم نیست که آنها از کجا صاحب کارت دوشنبه سیتی بانک تاجیکستان شدند. نمایندگان بانک به سوال‌های ما پاسخ ندادند. نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت سالهاست که به خواهشمندان درباره مهاجرت بی خطر مشورت حقوق می‌دهد. متخصصان سازمان از طریق خط عاجلی به مهاجران از جمله به آنهایی که خواهش کار در اروپا دارند مصلحت می‌دهند. در مدت 2 سال زیاده از 350 تاجیکستانی از فریب خوردنشان شکایت کردند. شهروندان چقدر میتونن فهمند که مثلا همین خلاب است یا اینکه نه. پیش از همه در همون اعلان‌ها اگر که اهمیت داده باشد بهت معاشی زیاد پیشنهاد میکنند. این قریب از 3,000 یورو تا 5-6,000 یورو پیشنهاد میکنند. جای خوبی به پول، مثلا خوراک به پول است. حتی حالت‌هایی هست که میگویند که به شما کارفرما بلیتی رفت و آمد شما خریداری میکند. دانستن زبان ضرور نیست. شما میتوانید که با همون زبان روسی یا اینکه زبان تاجیکی کفایه است. اینچنین راهی با کار تامین کردن رو بسیار آسان نشان میدن. حتی میگویند که ما برای شما روابط تیار میکنیم در مدتی چند روز یا اینکه 1 هفته. از این متخصص پرسیدیم که داوطلبان کار در اروپا چیکار کنند تا به دام قلابان نافتند. پیش از همه باید با متخصصان ساحه مهاجرت، یعنی متخصصان سازمان بین المللی مهاجرت مراجعت کنند. اینچنین خط عاجلی داریم. خط عاجلی اوید با مهاجرت به خطر 900 800 که همه روزه متخصصان شهروندان رو با شهروندان مشورت‌های حقوقی میدهند. مشورت‌ها همش رایگان است.
آمار مهاجران تاجیک در اروپا معلوم نیست. زیاد شدن رید و بدرفتاری مقامات حفظی حقوق به مهاجران در روسیه و قبول شدن چند قانون سختگیرانه در آن کشور شهروندان تاجیکستان را مجبور کرده است که از یگان راه خود را به اروپا رسانند، جایی که مزد کار بیشتر و مناسبت نمایندگان حفظی حقوق نرمتر توصیف می شود. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.